گفتم خولی به چی فکر میکرد سر امام حسین رو میبرد؟ خولی به چی فکر میکرد سر امام حسین رو میبرد؟ خیلی دوست داشتم بدونم کیف خولی چی بود. بعد دیدم یه جا میگه املأ رکابی ذهبا و فضة، طلا و نقره رکاب منو پر کن، پول بده. بعد دیدم تمام مدت خولی داشته به پول فکر میکرده. بعد یادم اومد اگه منم تو دستگاه امام حسین تمام مدت از داستان سر امام حسین به فکر پول باشم، سبک رفتار سبک خولیه. خب خولی بخواست از سر پول در بیاره، من از داستان سر. فرق نمیکنه که ببین هوسشا، یعنی این که آدم حساب کتاب کنه، معلومه چی دارم میگم. خب حالا بفرما اصلا به دست آوردی. خب بعد میگن سلمان فارسی هی گریه میکن. میگن چرا گریه میکنی؟ میگه یه فرش دارم. برای زیراندازش گریه میکن. من میگم چیکار؟ چرا؟ میگفت جواب خدا رو چی بدم؟ زیرانداز دارم. سبک نگاه ببین.